یه سوال خیلی جالب ازت دارم. آخرین بار کی به داخل نافت نگاه کردی؟ چون چیزی که امروز میخوایم دربارش حرف بزنیم ممکنه از چند سال پیش توی بدن یه سری از افراد تشکیل شده باشه اما اصلا متوجهش نشده باشن. یه چیز سفت و تیره به اسم سنگ ناف، یه واقعیت پزشکی که اتفاقا یه داستان عجیب علمی هم پشتشه. اما این سنگ از کجا میاد؟ اصلا از چی ساخته میشه؟ چرا توی بعضی از افراد به وجود میاد و توی بعضی دیگه نه؟ چه عوارضی میتونه توی بدن ما داشته باشه؟ ممکنه با چه بیماری های اشتباه گرفته باشه؟ اگر اونو توی بدنمون دیدیم چطور میتونیم از شرش خلاص شیم و اونو برطرف کنیم؟ و از همه مهمتر، آیا هر چیزی که داخل نافمون میبینیم همون سنگ نافه؟ امروز قراره 0 تا 100 راجع به این پدیده عجیب پزشکی صحبت کنیم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. مطمئنم که بعد دیدن این ویدیو نظرتون به کل راجع به نافتون عوض میشه. خب مبحث اولمون اینه که این سنگ از کجا به وجود میاد. برخلاف چیزی که اسمش داره به همه القا میکنه، این اصلا سنگ نیست. در واقع ناف ما یه فرو رفتگی پوسته که داخل اون میتونن مواد مختلفی جمع بشن، مثل سلول های مرده پوست، کراتین، مو و ذرات دیگه. حالا اگر این مواد مرتب خارج نشن، ممکنه که به مرور زمان آبشون رو از دست بدن، اکسید بشن، تیره بشن و به یک جسم سختی به اسم سنگ ناف تبدیل بشن که توی پزشکی بهش آنفالولیت هم گفته میشه. پس این سم نیست و قرار نیستش که ناف شما سموم بدنتون رو از طریق شکم به بیرون منتقل کنه. نه، این فقط حاصل فشرده شدن یک سری مواد داخل ناف شماست. طبق مطالعاتی که توی سال 2019 انجام شده، مشخص شده که 59% از افرادی که سنگ ناف دارن اصلا متوجه اون نبودن و از قضا آقایون توی سنین پایین تری میتونن به سنگ ناف مبتلا بشن و دچار عوارض بیشتری نسبت به خانم ها میشن. خب حالا چرا این اتفاق برای بعضی ها رخ میده و برای بعضی ها رخ نمیده؟ دو فرد رو در نظر بگیرید، هر دو پوست دارن، ناف دارن، عرق میکنن، سلول های پوست مرده دارن. پس چرا یکی سنگ ناف داره و دیگری نداره؟ اولین علتش برمیگرده به شکل ناف افراد. بعضی افراد نافشون سطحیه و بعضی افراد ناف عمیق‌تر با سطح کمتری دارن. مسلماً کسی که ناف عمیق‌تری داره، مواد و ذرات بیشتر توی اون گیر میکنن و به دام میافتن. مورد دوم، وجود مو توی بدن هستش. افرادی که موهای بیشتری توی اطراف نافشون دارن بیشتر مبتلا میشن، به خاطر اینکه مو مثل یک تله عمل میکنه و ذرات رو با خودش گیر میندازه و مسلماً که چاقی و رعایت نکردن بهداشت هم میتونن سهم زیادی داشته باشن. حالا اگر این مواد تجمع پیدا کنن و خارج نشن، تازه ماجرا شروع میشه. و اگر این توده مدت زمان زیادی رو توی بدن باقی بمونه، میتونه باعث تحریک، قرمزی، التهاب و حتی عفونت‌های خطرناک بشه. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که هر چیزی که شما داخل نافتون میبینید مسلما سنگ ناف نیست. بعضی اوقات عفونت‌های دیگه ای ممکنه باشه، خیلی اوقات میتونه آندومتریوز ناف باشه یا حتی باقی مونده یک سری بافتا از دوران جنینی باشه که الان برای شما مشکل ساز شده. پس اگر شما خانومی هستی که دل درد داری، درد اطراف ناف داری که این دردها با قاعدگی بدتر میشن، یکی از مواردی که میتونید بهش شک کنید آندومتریوز نافه. خب برسیم به قسمت مهم و جالب ماجرا. اگر سنگ ناف داشتین چطور باید اونو برطرف کنید؟ حواستون باشه که اگر توده شما سطحی و بدون درده، میتونید با آب ولرم شستشو بدید، بهش آب برسونید تا اون مواد خشک شده مرطوب بشن و خروجشون راحت تر بشه. توی گزارش های پزشکی برای خروج سنگ ناف از وازلین و روغن های به خصوصی مثل روغن زیتون هم استفاده شده و اتفاقاً توی یک سری از گزارش‌ها مشخص شده که زمانی که این افراد وازلین یا روغن استفاده کردن، فقط 15 دقیقه زمان برده تا اینکه اون سنگ ناف خارج بشه. پس اگر توده شما قابل دسترسه و شعله، شما میتونید از این طریق خیلی آروم اونو خارج کنید. اما قرار نیستش که شما با ناخن، با سوزن، با ناخنگیر یا چیزایی ریز به جون نافتون بیفتین. اگر توده شما چسبیده است، عمیق، احتمال خونریزی داره و یا دردناکه، شما باید به پزشکتون مراجعه کنید تا پزشک با یک سری وسیله های مخصوص اون رو خارج کنه. حالا شما توده رو خارج کردین، بعدش باید چه کارهایی انجام بدین؟ مراقبت های بعدش هم خیلی مهمه.
اولین کاری که باید بکنید اینه که نافتون رو کامل بشورید و خشک کنید، چون مرطوب موندن اون ناحیه میتونه محیط رو برای رشد میکروارگانیسم ها مهیا کنه. نیازی نیستش که شما داخل نافتون از الکل یا ضد عفونی کننده ها استفاده کنید، چون همین ها میتونن روند ترمیم رو برای شما کند کنن یا حتی مختل کنن. بعد از اینکه سنگ خارج شد و مشکل شما رفع شد، شما نیازی ندارید که هر روز یا هر هفته نافتون رو چرب کنید، حالا با وازلین یا روغن‌های مختلف. کافیه که فقط بهداشتش رو رعایت کنید و اون ناحیه رو خشک نگه دارید. این رو هم حواستون باشه که اگر بعد از خروج توده هنوز درد داشتین، ترشح داشتین، تب داشتین و از اون ناحیه خونریزی داشتین، حتما باید با پزشکتون مشورت کنید. حالا برام بنویسید که آخرین بار واقعا کی نافتون رو نگاه کردین و آیا اصلا اسم سنگ ناف به گوشتون خورده بود یا نه. اگر ویدیو براتون مفید بود ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و این ویدیو رو برای هر کسی که عاشق مطالب جالب پزشکی بفرستید. اگر موضوعی توی ذهنتونه که دوست دارین در موردش ویدیو تهیه بشه، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیو بعدی سالم باشین.